گاهی وقتا خودمون میتونیم به طرز عجیبی زندگی رو برای خودمون سخت بگیریم و این طبیعیه که حس ناراحتی داشته باشیم وقتی شرایط برامون سخت میشه. هممون با شرایط چالش برانگیز روبرو شدیم، یا کارمون رو از دست دادیم، یا شاید اخیراً از توی یه رابطه سمی بیرون اومدیم و کلی چیز دیگه. همه اینا میتونه ما رو غمگین و ناراحت و دپرس کنه. به هر حال باید از همه اتفاقها درسی رو که باید بگیریم و دیگه تکرارشون نکنیم. اما گاهی وقتا شجاعانه ترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که به خودمون اجازه غمگین بودن بدیم. زمانی که غم خودمون رو قبول کنیم، ما این فضا رو به خودمون میدیم که بریم جلو و جا نزنیم و یادمون نره که غم و اندوه ما رو تعریف نمی‌کنن، بلکه بخشی از مسیر رشدمونه. با بغل کردن احساساتمون میتونیم قدرت و انعطاف پذیری رو درون خودمون پیدا کنیم. احتمالاً الان هم در حال نشخوار کردن افکارت هستی و بیش از حد فکر میکنی. به هر حال دوست من، اینو بدون که فکر کردن و ناراحت بودن هیچ اشکالی نداره و میتونی یک روزت رو صرف گذروندن افکارت کنی و یادت نره که با خودت مهربون باشی.